سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. برای ثبت نام در سایت وانیکسبت از طریق نسخه ایرانی ویدیوی امروز را با دقت تماشا کنید. نسخه ایرانی به این دلیل است که در نسخه‌های خارجی کد کشور ایران وجود نداره و به این دلیل برای ثبت نام باید الزاماً نسخه ایرانی روی موبایل نصب شده باشه و احراز هویت از این طریق باشد. بعد از ثبت نام مراحل اول می توان با یوزرنیم و پسوردی که به شما داده می شود در نسخه های خارجی بعد از آن استفاده کرد. و در ادامه فرایند احراز هویت، ابتدا در قسمت اول نام خانوادگی و در صورت داشتن پسوند حتما پسوند هم لحاظ شود. در قسمت دوم فقط نام اصلی درج می شود. در قسمت سوم تاریخ تولد به میلادی و در قسمت چهارم ایمیل خودتون رو وارد می کنید. در قسمت پنجم رمز عبور که این رمز شامل اعداد و حروف لاتین بزرگ و کوچک می باشد. در قسمت ششم رمز عبور مجدد تکرار می شود و در قسمتی که کد هدیه نوشته شده این کد درج شده را وارد کنید و 30% بونوس اضافه دریافت نمایید. و در انتهای صفحه تیک آخر را فعال کرده و روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید. در مرحله بعدی در قسمت انتهای صفحه روی قسمت کد را ارسال کنید کلیک کرده و یک کد به ایمیل شخص شما ارسال می شود. در این مرحله کد ارسالی را از ایمیل خود دریافت کرده و در برنامه وارد کنید. پس از تکمیل ثبت نام، برنامه وانیکسبت به شما یوزرنیم و پسورد مختص ورود به برنامه را به شما ارائه می دهد. در ادامه مراحل ثبت نام، قسمت پایین صفحه سمت چپ روی منو کلیک کرده صفحه جدید برای شما نمایان می شود. در صفحه جدید قسمت بالا روی نام خود کلیک کرده و روی جزئیات مجدد کلیک کنید و مراحل زیر را با دقت انجام دهید. در ابتدا قسمت اول محل تولد را وارد کنید. در بخش اقامتگاه منطقه و شهر و آدرس محل سکونت خود را وارد کنید. در مرحله بعد نوع مدرک ناسیونال آیدی که همان کد ملی شماست را به دقت وارد کنید. در قسمت بعدی که شماره مدرک نوشته شده کد ملی خود را ثبت کنید و در آخر روی گزینه ذخیره کلیک کرده و مراحل احراز هویت شما به طور نهایی تکمیل می شود.